باشید لطفا. آماده هستین دیگه درس شروع کنیم؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. میایم سر موضوع درس های امروزی. خوشا رن باز کو در نوشته کو ون ورد برنامه ورد بلده تو باز میشنم. خب دین روز ما خواندیم که چه رقم مثلا قبل از اینکه در سر ورد بیایم تایپ کنیم باید چی کارا را یا کدوم کارا را انجام بدیم. درسته؟ شما کامپیوترتون خاموش کرده بانین و همچنین هر وقتی که چی شده من میگم شما کامپیوتر خودت چه وقت روشن کنید. ببینید دیروز ما باید 5 استپ یا همچنین 5 قدم خواندیم که قبل از اینکه ما در تایپ کردن شروع بکنیم امونا رو باید فعال کنیم یا همچنان یا غیر فعال کنیم. درسته؟ اما قسمت کات کپی و فرمت پرینتر خواندیم دیگه ان شاء الله. نه واسه فرمت پرینتر میفهمین چی هستن؟ خب بیاین بچه‌ها وظیفه فرمت پرینتر براتون بگم. هر وقتی که ما یک پاراگراف تصادفی می‌خواستیم که بندازیم چه رقم مینداختیم؟ هر وقتی یک پاراگراف می‌خواستیم که تصادف آفرین میایم ببینید خب مساوی خب RAND رند درسته؟ شیفت بگیر نور بزن قوس باز میشن. داخل قوس تعداد پاراگراف خور نوشته کو، شیفت بگیر صفر بزن قوس بسته کو و بعد از وقتی که انتر کردی تعداد پاراگراف را میندازد اینجا. یعنی بود بچه‌ها از یک چیزی که ما تصادفی یک دونه پاراگراف مینداختیم. درسته؟ اینا برای تمرین است. درسته؟ یک سری چیزا هست که شما لازم نیه که ما اگه اینجا این همه رو تایپ کنم بلدش مون نشان بدم این دیگه سال آخر مونه. درسته؟ با ما خاطر است که اینا رو به ورد یک قابلیت داره که نمیره ما میندازیم و همچنان از روی زمین ما در تمرینات خوب برسیم تا که شما در یک داکیومنت اصلی برسین امو کارا رو انجام بدین. فهمیده شد بچه‌ها؟ خب اینا ما در اینجا هر پاراگراف انداختیم. پاراگراف های ما هست خطای چیز است مختلف است 4 است 3 خط است. خب 3 خط است 4 خط است اینا. اما اگر شما خواستین تعداد خط هم مشخص کنید مساوی رند و همچنین قوس باز کنید داخل قوس تعداد پاراگراف کام در داخل کام بعد از او چیکار کنید رضا؟ قوس بسته و بعد از کام تعداد خط خوره باید در اونجا تایپ کنی. شیفت بگیر صفر بزن و انتر بکن. ببین حالا هر پاراگراف تو 5 خط مندازه برید. فهمیده شد بچه‌ها؟ یعنی هم از این قسمت بود. خب وظیفه فرمت پرینتر باز میایم دوباره میخونم مساوی رند قوس باز قوس بسته داخل قوس هم یک تایپ کردم. یک پاراگراف ما لازم دارم ماله و بعد از یک پاراگراف دیگه هم اگه بخوایم بندازم یک دونه پاراگراف دیگه هم انداختم. یعنی پاراگراف اولی خودم میایم یک فرمت برش میتونم مثلا این رنگش از این قسمت زرد میکنم، اندرلاین میکنم، بولد میکنم، ایتالیک میکنم. خب اینا رو کلگیشن بولد، ایتالیک و همچنان اندرلاین. انمی حاله ما میخوایم که بچه‌ها عیناً انمی پاراگراف خورا در شکل ازی پاراگراف اینی پاراگراف هم بگیره. همون وقت است که فرمت پرینتر در ذهن میرسه. ببینید اولش شما این را انتخاب بکنید یک دفعه و بعد از سر فرمت پرینتر کلیک کنید. وقتی کلیک کنید این قسمت گوشه که بیان ببینید شکل بورس گرفته نگرفته؟ شکل بورس گرفته. بعد از سرش که کشف بکنید عین شکلی از امو رو گرفت. اول باید انتخاب بکنید. خب از اول براتون بگم که برنامه ورد که است یک برنامه انتخابی است بچه‌ها. تا که شما انتخاب نکنین کدام گزینه فعال یا همچنان غیر فعال نمیشم. اینا رو ببین کات و کپی و پست چه است؟ غیر فعال است. نه اینا رو ما بیایم این رو انتخاب بکنم یک دفعه. وقتی که انتخاب بکنم ببین کات و کپی فعال شده. اما از انتخاب که به محض بکشم دیگه غیر فعال میشه. از این منظور است که برنامه ورد میگه که یک دونه برنامه چیز است انتخابی است. تا که انتخاب نکنی دیگه نمیای بلدیت گزینه ها. خب یوم از این قسمت خب ما از بولت و ایتالیک و اندرلاین کلیگر میکشم و یک متن صاف و ساده اینا رو میخوایم که نوشته بکنیم و میایم درس امروزی خود را بچه‌ها از قسمت فونت شروع میکنیم. این قسمت خب میخوایم انیمینج را امروز دیگه در کل خلاص کنیم. خب فردا ان شاء الله میایم سر گروپ پاراگراف و یک روز دیگه هم درس بزرگی داریم سر استایل و بعد از ادیتینگ دیگه خلاص. فهمیده شد؟ اولین گزینه بچه‌ها این قسمت چیز که است فونت بولت است. بولت یعنی دبل. درسته؟ شارتکتش هم که است کنترل پلاس بی است که براتون ایکوال میشه به چی؟ بولد. اینا رو شارتکت رو کلی برشان گفتیم یا نگفتیم براتون؟ آفرین بولد میکنه. ببین یک دفعه دیگه هم باز دوباره کنترل پلاس یو مساوی میشه در چی؟ آفرین اندرلاین. خب اندرلاین خیر است اینجا بیا تو اندرلاین کن و بعد از او کنترل بله کنترل پلاس آی چی میکنه؟ ایتالیک میکنه. آفرین و همچنان این دفعه امروز یک دونه شارتکت جدید دیگر شما باید یاد بگیرین. خب به چی هست؟
کنترل پلاس مساوی ده چیز میشنه پاور میشنه. پاور یعنی چی؟ یعنی توان. درسته؟ یعنی کنترل زیر دستان بگیرین مثبت فشار بتین در توان بالا میکنه. خب و همچنان باز دوباره کنترل جمع در یا همچنان کنترل پلاس شیفت پلاس به قاعده برتان میاره. خب در کجا میاره؟ جا قاعده. خب قاعده رو خب میفهمین دیگه نه؟ لوگاریتم دو به قاعده نزی مساوی نزی میشنه. فهمیده شد؟ یعنی رم خواندین دیگه کمتون. و بعد از او باز دوباره چیز دیگه ای که ما در اینجا داریم باشه سایز فونده چی رقم کلام کنیم. خب سایز فونده ببینید کنترل پلاس قوس کلان. خب قوس چی؟ کلان برتون چی میکنه؟ اینکریز میکنه یعنی بالا. اما قوس کلان بله بگیرن از کیبوردتان اونو چی کار میکنه؟ فونده ببینید. خب فونده کلان میکنه برتون. خب فونده چی میکنه؟ کلان میکنه. و بعد از او کنترل باز دوباره از این قسمت بیاین. خب کنترل از زیر دستان بگیرین قوس کوچیک بزنید. وقت چی کار میکنه؟ آفرین فونده برتون چی میکنه؟ کوچک میکنه. خب میگم حالا خب برتون میگم بله اینی رو چی میکنه؟ کلان کوچیک میکنه. فونتانه کوچیک میکنه. حالا بیاین کل گزگنا رو عملی کار کنیم. چرا خب عملی کار کنیم؟ خب اگر یک پاراگراف تصادفی میخواستم بندازم مساوی رنج دو پاراگراف اینجا میندازم. اینا رو ببینید اینمی پاراگراف رو من انتخاب کنم میخوام که سایزش کلان کنم. خب برای از این کار اول ما بیایم کیبورد براتون باز کنم که زرتون سوال نمونه. خب بیاین این انتخاب کردگی است کنترل از زیر دست بگی این قوس اینو بگی قوس کلان بگیر. درسته؟ کلان میکنه. کجا شده گفتم شما؟ درسته؟ فونتونه همیشه چی میکنه؟ کلان میکنه. خب کلان بله در این قسمت بیاین شما ببینید کنترل بله درسته که فشار بتون کلان میکنه. و برعکس از او قوس کوچیک که زیر دست خوب کنترل بگیرم قوس کوچیک بیا قوس کوچیک زیر دست خوب بگیرم چی میکنه؟ خرد میکنه فونده. درسته؟ فوند کلان و فوند خرد. درسته؟ و بعد از او میای مال از اینجا امزی قسمت شروع میکنیم. کنترل بی بر ما چی میکرد؟ بولت میکرد. آفرین بیا متن تا اینمی قسمت متن انتخاب بکن تو اینی متن میخوایم بولت کنم. اینی قسمت هم میتونی کلیک کنی اینه بولت میکنه برات. و همچنان از این قسمت از بولت هم کشیده میتونه کنترل از زیر دست خوب بگیر بیر فشار بتی هم برات بولت میکنه. درسته؟ یعنی از این قسمت و ایتالیک میخوایم بکنیم. ایتالیک چی هست باشه؟ خطا خمیده است. درسته؟ اینو خطای خمیده را دانم ایتالیک یاد مونم. یعنی از این قسمت ما میتونیم بیایم یعنی آی فشارتون هم ایتالیک میکنه یا همچنان از اینجا غیر فعال کنم کنترل بگیرم آی فشارتون هم ایتالیک میکنه. خب کنترل بگیرم آی بزنم از ایتالیک هم میکشه. و بعد از او یک وقت لازم میشه که من اندرلاین بکنم یا زیر خط بکنم. از این قسمت بله ریکارد فعال. از این قسمت من میتونم که چیکار کنم؟ اندرلاین هم بکنم یا زیر خط. ببین سر یو در اینجا چیکار کنم؟ بزن اینو ببین کلش اندرلاین میکنه زیر خط مونه. درسته؟ اگه خواستی از اینجا از شارت کتش استفاده کنی از شارت کتش کنترل زیر دست بگی یو رو بزن ببین اندرلاین و بعد از کنترل بگیر و همچنان یو رو پرس کو از اندرلاین بکش. پرس یعنی فشار دادن. درسته؟ بیاین از این قسمت باز سری بچنی که پهلوی از این بچه قرار داره سرش یک بار کلیک بکن انواع اندرلاین میتونه از این تغییر بدی. تو مثلا من گفتم این رقم اندرلاین داشته باشه یا همچنان رنگ اندرلاین به تغییر بده. همیشه رنگ اندرلاین سیاه نه میان شما باز دوباره در فنر بیخ از یک بار کلیک میکنید در اندرلاین کالر مین میگم منی رنگ داشته باشه نه رنگ سرخ حال اندرلاین داره. یا همچنان بیا توی انتخاب بکن از این قسمت میگم نه این رقم اندرلاین نداشته باشه یا همچنان اندرلاین داشته باشه در این شکل باشه و رنگش هم آبی باشه. مثلا میای من این قسمت چیکار میکنم؟ من آبی را میزنم من هم رنگ آبی از اندرلاین شده. اندرلاین انشالله واضحه. آفرین. و بعد از این قسمت میایم اندرلاین اون طرف منم شما فرض از این بگیرید نمی تاپیکتون هست برای من ارسال کردین. نه من میگم که اینمی جمله باید در اینمی قسمت نباشه. اینا خودم پاک نمونم یک بار انتخاب منم و میایم این قسمت یک بار کلیک میکنم. خب استریک ثرو سر استریک ثرو کلیک منم اینا چیکار نه رویشی خط میندازه. ببین یعنی میگه که یعنی جمله اشتباه است یا همچنان اینی میگم که در اینجا نه یا مثل از اینکه اشتباه است سر از این کلیک میکنم یک بار ببین اینجا چی آورده؟ خط کشید در روی ازی. فهمیده شد؟ یام از این قسمت بود بچه. و بعد از چیز دیگه ای که من میخوایم مال براتون بگم چیز است
اینمی قاعده و همچنان توان و از دیگه پارش رقم بیاریم. خب مثلا ما اگه نوشته کنم که H2 و همچنان O، H2 چیز میشه؟ H2 امی رقم ده که میان نوشته میشه؟ نه H2. آفرین. H ببین A از دنبال H باید به قاعده به یعنی پایین قرار بگیره. او را چه رقم نوشته کنم؟ اول میم H نوشته میکنم، بعد از او از این قسمت میم چیکار میکنم؟ اینمی گزینه رو فعال میکنم. وقتی که فعال کردین شما حال دو رو تایپ کن. وقتی که دو رو تایپ کردی بعد از او بیر غیر فعال کن و بعد از او قشنگ اویت نوشته کنم. ها میره در قاعده. درسته؟ اینی رقم که این آورد در چی؟ در قاعده آورد و یک دانه شارت کت هم داره بچه ها. شارت کتش حالا متوجه باشین. خب من باز نوشته میکنم H و کنترل میگیرم مثبت فشار میتونم میاره در قاعده. بله 2 و بعد از کنترل میگیرم مثبت فشار میتونم غیر فعال شوه و بعد از او رو تایپ میکنم من H2. درسته؟ یعنی بود در شارت کتش. اما این دفعه میارم مثلا در توان بالا میکنم، میگم که 23 مثلا با توان 4 که چه رقم با توان اگر 4 که تایپ کنم خود اینجا پلیش تایپ میشه. اما من میارم این دفعه توان چی میکنم؟ بالا میکنم. با توان 4 چه رقم بالا کنم؟ کنترل شیفت مثبت بگیر 4 بزن، کنترل شیفت مثبت و بعد از با توان 4 23 با توان 4 جمع در 23 مساوی به چند میشونه؟ مثال ریاضی است دیگه نه؟ ها یعنی رقم با توان ما چیکار کردم؟ بالا کردم و بعد از 20 یعنی مثلا 34 با توان 4 اگه بگیریم یا با توان 5 یعنی قسمت بیا از این جمع میتونی چیکار کنی؟ فعال کنی نیره با توان 6 و بعد از بر از اینجا دوباره غیر فعال کنی را ببین غیر فعال کنه و بعد از همچنان جمع در جمع نیم دفعه میگیریم ضرب در 34 مساوی در چند میشونه؟ این مثل ازی ضرب 6 ده جای غلط آمده. پس رو ما باید چیکار بکنم؟ آفرین انرژی قسمت چیکار کنم؟ میره باید غیر فعال میکردم. نه جای درست آمده. درسته؟ یعنی ببین بالا نمده. فهمیده شد؟ برابری از او هم نامده یا همچنان میتونید شما تقسیم بگیرین. نه ببین دمیج صاحب میشه تقسیم در 23 مساوی در چند میشه؟ این رقم که تقسیم در کیبورد خط داشه یعنی میشه تقسیم میشه. فهمیده شد؟ خب اینی بچه‌ها از این قسمت بود از توان و قاعده و از این گپا. و بلندتر از او داریم بچه‌ها در نام فونت سایز است. فونت چی؟ سایز. فونت سایز یعنی سایز فونت خود شما میخواید که کلان کنید. من مثلا این از اینجا میایم میگم که فونت چیکار کو 18 بگیر مساوی رنج. یعنی فونت مال چند است؟ 18 است که نیخه کلان تایپ میکنم. یک بار دیگه این رقم انتخاب منم شارت کت هم چیز بود کنترل زیر دوست خود میگیرم قوسی کلان بر من کلان میکنه قوس خورد کده میرن. ببین کلان خورد. اما یک وقت میشه که مثلا ما یک دانه چیز لازم دارم در اینجا یک دانه سایز بسیار بزرگ مثلا میگم در سایز 110 برم تا که از این کنترل بگیرم قوس کلان این رقم زده برم یکی بالا بره روز شو میشه. پس مرم مستقیم این قسمت. خب این رقم یک بار انتخاب میکنم. ببین یک بار این رقم انتخاب میکنم و پاک کنم. وقتی که پاک کردم اینجا میگم که مثلا چند 107 انتر کشورن ببین تا 107 میه بالا یک دفعه. درسته؟ یا همچنان میگم که در 200 برم. ببین 207 این رقم بالا مره. ایره شما اینا شاید بگین تا کجا رسیدی بالا مره؟ بیا تو اینجا یک دونه عدد بزرگ تایپ کو باز برات میگه تا کجا رو بالا مره. خب مثلا اون سایز 2000 شونه. ببین 2000 نمیره. 2000 چی گفته؟ The number must be between 1 and 1638. درسته؟ مگه بین 1638 باید باشه از یک. ببین یعنی تا 1638 تا چیز ما بالا مره. درسته؟ یا همچنان میتونی که مثلا 300 تایپ کنی. بله فونت در 300 برسه. این فونت 300 این رقم. از اینجا باز پالیش بچه‌ها یک دونه دیکریز داره یک دونه اینکریز داره. دیکریز یعنی پایین آوردن. ببین سرش کلیک کنه فونت در چی میکنه؟ این رقم پایین میاره و بعد از سر دیکریز کلیک کنه این فونت میبره بالا. درسته؟ نه مورد تا 1000 بیشتر گفتم نه تا 1300 تا آخر پیشتر گفتم که تا چند مره. خب یک عدد بزرگ اینجا تایپ کو برید میگه تا 1638 مره از بلند نمره. درسته؟ دیگه از بلند از 1638 بلند نمره. درسته؟ یا بچه‌ها ازی بوده. خب و بعد از من میخوام نه فوندم از 36 باشه یا همچنان فوندش میگیرم 18 یا 20 تایپ کنم.
فوندش آمد روی 20. یعنی از این قسمت و بعد از بچه این قسمت یک دونه داریم فوند استایل میگه. خب استایل متن شما رقم تغییر میدین. ببین این قسمت کلیک بکو، اینجا فوندای زیادی موجود است در اینجا که شما میتونید از این بالای هر کدامش که ببرم شکل فوندم تغییر منه. یعنی این فوند مثلا که ببرم چقدر فوند زیباست، شکل فوند چیکار نه تغییر منه. بالای هر کدامش که ببرم شکل فوندم تغییر منه. و از اینجا شما هم فوندهای خود میتونید انتخاب بکنید، هر فوندی که خوشتون اومد هم از اینجا بگیرین. بله این تعداد فوند است، اما مشهورترین فوند باشه در انگلیسی که است تایمز نیو رومان است. خب یعنی قسمت تایپ کو تایمز نیو رومان اینی فوند است، مشهورترین فوند در انگلیسی که است اینی است. و یک دیگه هم آریال یا همچنان تایمز نیو رومان که است، اردوش فوند خیلی مشهور است در زبان انگلیسی که تایپ میکنید. اما در زبان فارسی بچا، زبان فارسی معمولا بی‌نازنین میگیره فوند، درسته که رو با شما اینستال کنید. من ندارم ولی فعلا فونت بی‌نازنین یا همچنان اینمی قسمت فونت ابجد هم فونت مشهوری است در زبان فارسی، درسته. در زبان انگلیسی آریال و تایمز نیو رومان و همچنان در زبان فارسی ابجد و یا بی‌نازنین، درسته. اینی هر دو تایم که است، هر دو فونت که است بسیار مشهور است. و اینی قسمت بچا داریم چیز دیگه دارم تکست افکت. تکست افکت چیکار میکنه؟ خب ببینیم کنترل ای دواسط میره. خب کنترل از زیر دست خود بگیر، ای رو فشار بدی دواسط میره. حالی ما میخوایم که درباره افغانستان نوشته کنم، کنترل ال، پس دوباره همونجا تو رو میاره. این حال ما میخوایم که درباره افغانستان یک چند پاراگراف میدن، 200 پاراگراف درباره افغانستان میخوایم اینجا نوشته کنم. بله از طرف چپ بشه از طرف راست کنیم. خب میایم این قسمت نال تکست افکت میخوام. ببین بچا این رو یک بار شما انتخاب بکنید، برین سر تکست افکت کلیک کنید. اینجا افکت های خیلی زیاد هست که شما از او میتونید که انتخاب بکنید. گوش کن یک دقیقه. ببین سر ما مثلا اینی تکست افکت انتخاب میکنم، سرش کلیک میکنم. ببین اینی موضوع ما یک افکت دادم. و همچنان اگه بخوایم اینو کلانم بکنم یک بار انتخاب کنم، این از قسمت هم میتونم کلان بکنم، کنترل زیر دست خود بگیرم قوس کلان بزنم، یعنی قسمت کلان کردم مال موضوع خود. خب این رنگ دادم. و شما باشه یعنی اینجا هم میتونید پاراگراف های پایین از هم میتونید که یک تکست افکت بدین بلدش میام بلدش، اما او باز خوبش نمیاد دیگه، درسته. در تکست افکت ها معمولا مردم چیز نمونه. خب یعنی پاراگراف ها را تکست افکت نمیده. مثلا من ایران بخوام تکست افکت بدم، سر تکست افکت اینجا کلیک میکنم، این تکست افکت بهش میدم. ببینید خوب نمیه مثلا نه. موضوع که هست یعنی موضوع رو باش ما باشه تکست افکت بدین. فهمیده شد؟ سر تکست افکت اینجا بین کلیک بکنید، از این قسمت باز میتونید تکست افکت بدین. اگه نه سر اینجا کلیک کو یا همچنان به کنترل زیر فشار بدید در حالت اول باز برمیگردونه ایره. خب یا بیاین شما مثلا این رو انتخاب کردین و بعد از ببین کل از رنگش آبی است نه. من میگم نه بیرونش آبی، بیرونش زرد یا سیاه باشه، داخلش آبی باشه. ببین حال اوتلاین یک موضوع است دونم اوتلاین، یعنی قسمت سرش کلیک میکنی تو اوتلاین. ببین اوتلاین من رنگ زرد میگم اینا. حال بیرونش چی شده؟ آفرین، بیرونش زرد شده اما داخلش چیز است؟ آبی است. یعنی می رنگ زرد بسیار خیره دیدم شنم شه. میخوام می روشن تر بکنم. یعنی اینجا مرم باز سر تکست افکت یک بار کلیک میکنم، اینجا میرم سر اوتلاین. وقت سر اوتلاین اومدین سر ویت بین بچا. یعنی این قسمت باز میتونید شما دبلی زور تعیین کنید. مثلا این قد دبل باشه ببین پیشتر نشونم میده نمیده. هر چی پایینتر بین این دبل تر میشه. بالاتر نازکتر. یعنی نخواهم من مثلا میگم این خاص باشه افکت این. یا همچنان باز دوباره میاین اینجا شادو. گزینه دیگه ای داریم به نام شادو. شادو یعنی چی؟ سایه. سایه داشته باشه نداشته باشه. خب اگر داشته باشه سایه‌اش در کجا باشه؟ من میگم سایه‌اش در اینجا پیشرویش باشه. حالا اینجا پیشروی یک سایه میگیرین نه باشه. آفرین یک دونه سایه انداخته. و گفتین اگر گفتین شادو نداشته باشه، سایه نداشته باشه، خیلی بالا بیا نو شادو رو تیک بزن. خب شادو نداشته باشه. و بعد از بچا پایینتر از اون ریفلکشن داریم. ریفلکشن یعنی انعکاس. انعکاس داشته باشه یا نداشته باشه. سر از بیا پایینتر تو یعنی قسمت بله انعکاس داشته باشه. ببین عیناً سرچپه در اینجا چیز نوشته شده؟ افغانستان نوشته شده. یعنی میشه انعکاس. و بعد از گوش کن پایینتر از اون گلو داریم. باشه بعضی وقتا شده که همون کاغذتون یا همون کتابتون چیز شده باشه، تر شده باشه، گلو یک رقم یک رنگی از طرفاش میبره بیرون.
اینال ازمی اینال شما باید انتخاب کنید، مثلا اینی را باید انتخاب بکنید یک بار، اینی را هم که مارین سر تکست افکت و بعد از سر گلو مارین. بله همیشه آرام سر گلو این قسمت مارین. نه ببین یک رنگ برآمدگی از اینجا میآید، درسته؟ اینی را میگه بهش گلو. خب باز دوباره سر تکست افکت باید بچه ها این قسمت نمبر استایل داریم که استایل های نمبر را براتون نشان میده. خب من را پاک بکنم. بله خب اینال میرم در این قسمت یا همچنین من بخوام کنترل این یک صفحه جدید ایجاد میکنم در اینجا، یک چند دانه عدد میایم این قسمت دال تایپ میکنم 1 2 3 4 5 6 یا هر چی که گفتیم. اینال میره انتخاب میکنم، برم سر تکست افکت. اینال نمبر استایل در اینجا من هر استایلی که دلم بخواد در بالای نمبرهای خود دادم میتونم، یا همچنین این قسمت میام کلیک میکنم یک بار میام سر استایل نمبر این استایل بگیره برای خود. هر استایلی که باشه شما بگین در نمبرهای شما میده از طرف استایل نمبر یا نمبر استایل. بعد از این قسمت لگریچرز دارین شما بچه‌ها که او باز دوباره سر مستقیم برمیگرده سر فوندتون که مساوی بر تمرین باز دوباره مساوی رند یک دانه پاراگراف بنداز و انسر بکن و همچنان اینی رو باز شما باید انتخاب بکنید سر تکست افکت برن سر لگریچر. از اینجا باز میتونید که انتخاب بکنید که اما کدام سایز به خود بگیره. ببین این قسمت ها ببین این چی است سرچ اچ سیر چرا هم نوشته کرده. ببین در این قسمت این اینجا دیده میتونید دیگه ان شاء الله. امیدوار هستم که دیده بتونید. نه بله کور خونه است دیده میتونید. این قسمت ببین اچ استایل چه تغییر داده، اینو سرچ است. فهمیده شد؟ خب بله و همچنان باز دوباره ایر انتخاب بکنید شما سر تکست افکت باز بین کلیک بکنید. خب در این قسمت و هر چی را مثلا چه رقم براتون نوشته کنه ایرا چه رقم نوشته بکنه. ببین این قسمت حالا چی را نوشته کرده سر بیست، درسته؟ یعنی را از تون استایلا را براتون نشان میده. و بعد از ببین بچه‌ها پایینتر از یک چیز دیگه داریم. خب این قسمت اینجا نوشتگی است که the brown now from the quick brown fox jump over the lazy dog. گوش کن اینی باشه. خب هر وقت شما در قاعده یک جمله یا همچنان در یک جمله خواستین از A to Z چیکار کنین بفهمین یا همچنان یک جمله پیدا کنین که از A to Z داخل از او وجود داشته باشه یا موجود باشه، پس بیاین از این جمله استفاده بکنید. درسته؟ یعنی جمله است که از A to Z داخل امزی موجود است. خب در تایپتون هم بسیار بسیار کمک میکنه. از A to Z داخل نمیزی جمله شما دیده میتونید. فهمیده شد؟ سرچ بکنید و همچنانی را بررسی بکنید در خانه کدام حروف اگر نبود باز نفع کدام کلمه اگر نبود باز بیاین اینجا. خب البته تا جای من سرچ کردم کلش هست از A to Z داخل نمیزی موجود است که سر تایپتون هم باشه بسیار بسیار کمک میکنه. ببینید بچا گزینه دیگه ای طرفتر از دارم تکست هایلایت است. خب من رند مثلا یک 200 دانه پاراگراف در اینجا میندازم. بله نمی 200 دانه پاراگراف ولی بچا چیکار منم؟ خب میخوانم انمی خط بسیار مهم است. انمی رو میخوایم هایلایت کنم. خب یعنی خط بکشم. سرش که کلیک کنین هایلایت میشه. این رنگ زرد گرفتک و بعد از اینی خط هم بسیار مهم است. انمی دو خط هم من میخوایم انمی هایلایت شه اما رنگش دیگه باشه. این دفعه باز سر فنر بخش کلیک میکنم میایم یک رنگ مورد علاقه خود از اینجا انتخاب کنم سر از او مندازم یعنی رنگ داشته باشم و بعد از پایینتر از اینجا را من انتخاب میکنم مثلا میایم هایلایتش میکنم یعنی هایلایت برای خود بگیره. یا همچنان ببین هایلایتر رو شما دیدین دیگه نه تاریخ رو میخواندین ان شاء الله سر موضوعات مهم خط میکشین هایلایت میکنین یا هم عیناً اینمی کارا میکنه براتون هایلایت مونه. خب اگه خواستین که از هایلایت اینا رو بکشین یک بار انتخاب بکنید در اینجا بیان بگید نو هایلایت سر نو هایلایت کلیک کنید دیگه او هایلایت نداره. اما من هایلایت فهمیدم این دفعه میگم خود خط رنگ داشته باشه از خود خود. این قسمت میایم کلیک میکنم اینجا میایم خط خود انتخاب میکنم میگم این رنگ سرخ داشته باشه. ببین حالا خط رنگ سرخ داره بیرونش رنگ سرخ نداره هایلایت نکردیم من درسته. خود خط ما چیکار داره رنگ سرخ داره. میایم از این قسمت از فنر پهلوش کلیک کنین اینجا میتونید که خطای خود تغییر هم بدین. من میگم مثلا این رنگ زرد خط من بگیره یا همچنان میایم این قسمت پهلوش کلیک میکنم میایم رنگ سرخ تیره را بگیره. از اینجا میتونید باز رنگش تعیین میکنید. میتونه زهرا آها و بعد از او بیاین مثلا این قسمت یک دونه گریدین داریم باشه. گریدین که است عیناً برای یک استایل متفاوت مثلا اما کاربرد نداره. خب یعنی مثلا گریدین ها در اینجا موجود است که شما میتونید که سر از زمین تکستون بانید
درسته تکستونه به یک شکل‌های دیگه تبدیل می‌کنه، اما کاربرد خاصی نداره اینا. خب و بلندتر از او بچه در نام چیز داریم چنج کیس داریم. بچه چنج کیس چیز است؟ خب بیاین یک کمک فوند کلان کنم و مساوی رنت. خب بله رنت و همچنان دو دانه پاراگراف میندازم. در این دو دانه پاراگراف هر اولی هر پاراگراف این بچه ها که ببینید کلان آمده، درسته؟ همین آرام اولی هر پاراگرافیم خطش چی هست؟ حروفش کلان است. یعنی میره من میخوایم که چیکارش نه، این قسم از چنج کیس کلیک منو مال چنج کیس چیکار نه. خب انتخاب کو کلگره و بعد از چنج کیس بیا کلیک کو سنتنس کیس داریم ما و همچنان لاور کیس داریم، اپر کیس داریم، کپیتالایز کیس داریم و چوگل کیس داریم. یعنی اینا چیکار نبردن. خب سنتنس کیس بگیری که هر جای لازم بود کلان تایپ کنه کلان تایپ میکنه، هر جای لازم بود خرد تایپ شه خرد تایپ میکنه براتون. بله و بعد از سر لاور کیس که کلیک کنه تمامش خرد تایپ میکنه، درسته؟ لاور کیس تمامش خرد تایپ میکنه و بعد از باز دوباره اپر کیس که بگیرن تمامش کلان میشه. و این قسمت باز پایینتر از داریم کپیتالایز ایچ ورد، هر لغت اولش کلان مونه، هر لغت چیکار نه. یعنی ویدیو اولش کلان است، درسته؟ ای اولش کلان است، پاورفول کلان است، وی کلان است، تو کلان است، هلپ اولش کلش کلان است. و بعد از اون یعنی قسمت باز دوباره چون توگل کیس داریم، یعنی باز اولش خرد است دیگهش کلش کلان است، اولش خرد دیگهش کلش چی است؟ کلان است که تمامش دیگه او بخی از قاعده رایتینگ برو است. سنتنس کیس که است بیست است، درسته؟ یعنی بهترین است. سنتنس کیس از این پاس تلاش کنید که بگیریم. و بعد از بچه گزینه دیگه ای ما در اینجا داریم. خب یعنی قسمت هست در نام کلیر آل فارمتینگ. کلیر آل فارمتینگ براتون چیکار میکنه؟ خب تمام فرمت هایی که شما روی یک دانه متن دادین را پاک میکنه. من مثلا آمدم این قسمتی را چیکار کنم، رنگش سیاه کردم یا از این قسمت یک دانه تکست افکت گرفتم بولد کردم متالیک کردم، تمام این از اینا ما کنترل ای تمامش انتخاب میشه. بیایم سر کلیر آل فارمتینگ کلیک بکنم تمام فرمتاش از بین میبره، درسته؟ کلیر آل فارمتینگ چیکار میکرد؟ تمام فرمت ها را از بین میبرد. خب درس از ما شما امروز کفایت میکنه. Please subscribe.